در تاریخ جنوب کرمان بنویسید که گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری. کیف و حالش، عشق و حالش، پولداریش، برای قاچاقچیان سوخت. حقارتش، بدبختیش، التماسش، بیچارگیش، برای هر آن کس که در جنوب کرمان وسیله ای داره که به گازوئیل ربط داره، چه موتور پمپ کشاورزی باشه، چه لودر باشه، چه گریدر باشه، چه تراکتور باشه، هر چیزی باشه. برای تراکتوری که در روز 1 بشکه گازوئیل لازم داره، در ماه براش تعیین کردن 100 لیتر. بعد پیگیری کردیم که آقا الان این 100 لیتر به چه درد ما میخوره؟ میگه نه، شما برو کار کن، ما میاییم میبینیم اگر شما کاری انجام دادی بهت سوخت میدیم. میگیم برادر من، این تراکتور که با التماس که نمیاد روشن بشه بره که رو کار کن که جنابالی بیایی نگاش کنی. میگه نه دیگه، به من ربطی نداره. شما با این تراکتور هر جوری شده گولش بزنی، بگی برو سر زمین کار کن 10 هکتار 5 هکتار، بعد آقای نیرو میاد نگاه میکنه، اگه شما کار کردی بهت گازوئیل میدیم. میگه بنده خدا من شکمم خالیه، چجوری روشن بشم، چجوری کار کنم؟ میگه به من هیچ ربطی نداره. و با این عمل کردم من نمیدونم اینا چجوری میخوان بالفرض مثال اگر 1-2 بشکه گازوئیل یک کشاورز رو کم کردن، چجوری مثلا جلوی قاچاق سوخت رو بگیرن. من از روی کاغذ برای شما میخونم. ببینید میانگین برای هر تراکتور در بهترین حالتی که بهش گازوئیل میدادن میشده 6 بشکه و جمع این 6 بشکه ما گرفتیم آقا گفتیم 5000 تا تراکتور داریم در جنوب کرمان که نداریم. 5000 تا تراکتور یعنی هر شهرستانی گرفتیم آقا گفتیم 5000 تا تراکتور داره. جمع 5000 تراکتور در ماه بخوان میانگین 6 بشکه گازوئیل بهش بدن میشه 30000 بشکه. اما نیسان‌های محترم گازوئیل کش در یک راه که از شمال منطقه ما گازوئیل میبرن، نه اصلا ما مبدعیم نه مقصد، ما فقط تو این کوریدور قرار داریم، در یک بار بخواد بره 12 بشکه گازوئیل میزنه. حالا ما گفتیم آقا نیسانای ما به اندازه تراکتورای ما که حداقل 3-4 برابر. حالا اگر کشاورز ما هیچ کاری نکنن، یعنی هر 5000 تا تراکتور رو به صف کنن و قرار باشه همه رو بدن به نیسان، میشه 30000 بشکه. نیسان در روز چقدر میبره؟ 5000 تا نیسان در روز میشه 60000 بشکه. در ماه میشه 1,800,000 بشکه. یعنی 30,000 بشکه کشاورزای جنوب کرمان رو نمیدن که بخوان با 1,800,000 بشکه مقابله کنن. دیگه تو خود بخوان حدیث از این مجمل.